давоми 6 моҳаи аввали соли равон аз тарафи роҳбарият ва масъулини филиали ҷамъияти ҳилоли аҳмари тоҷикистон дар вилояти Суғд 48 вохӯрӣ бо аҳолӣ ва беш аз 300 чорабиниҳои гуногуни хайриявӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангиву варзишӣ доир гардидааст. Бино ба итлои котиби иҷроии филиали ҷамъияти ҳилоли аҳмари тоҷикистон дар вилояти Суғд Парвиз Ҷаборзода, ҳамкории онҳо бо мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ ва дигар мақомоту соҳоти гуногун дар сатҳи баланд ба роҳ монда шудааст. در مقیاس ولایت سوغد در حالت 1 ایول سال 2022 353 تشکیلات ابتدایی که در صفهای خود 6602 نفر اعضا را متحد می‌نماید فعالیت کرده ایستادند که شماره تشکیلات ابتدایی نظر به نیم ساله اول سال 2021 همگی 4 عدد افزایش یافته است. یعنی شماره اعضای جمعیت در مقیاس ولایت سوغد به 6602 نفر رسیده است که این نشان دهنده در همین دوره سال 2021 به حجم 6563 نفر برابر بود و افزایش 9% را نشان می‌دهد. شماره بلندتران باشد در مقیاس ولایت به 2811 نفر رسانیده شد که این رقم در همین دوره سال گذشته 2783 نفر را تشکیل می‌کرد و افزایش همگی 5% را نشان می‌دهد. اطلاع داده شد که در مقیاس ولایت دومی نیم ساله اولی سال روان شماره اعضایان به 9%، والنتیران 7% و تشکیلات‌های ابتدایی به 5% افزوده است. در دوام نیم ساله اول سال 2022 به فیلال‌های جمعیت در شهر نواحی همگی 1298 عریضه شهروندان به خصوص 281 عریضه با عنوان فیلال جمعیت هلال احمر تاجیکستان در ولایت سوغد وارد شده است که در مقایسه با همین دوره سال 2021 21% زیاد می باشد. از آن 23 عریضه برای بررسی به فیلال‌های شهر نایه‌ها ارسال گردیده است. 87 عریضه از جانب کاتب اجرایی فیلال در ولایت سوغد سری وقت بررسی کرده شده است. مراجعت کنندگان با مواد خوراکه برخی از آنها با مبلغ همزبان با مواد گیگینی تامین کرده شده. قید گردید که برای قانع کردن عریضه مراجعت کنندگان در امسال اولی سال 2022 با مبلغ زیاد از 30,000 سامانی مواد وثیقه‌وار خریداری و به شخصان نیازمند دسترس کرده شده است. همچنین اطلاع داده شد که در این دوره 4 فیلیال از عهده اجرای نقشه آیین‌ناموی و مالیوی نبرآمدند، لیکن به همه آن نگاه نکرده نقشه مالیوی فیلیال جمعیت هلال احمر تاجیکستان در ولایت سوغد در امسال اولی سال 2022 به اندازه نزدیک 200,000 سامانی یا خود به 102% اجرا گردیده است. ولایتی و جای 63780,124 سامانی اجرا کردن که 125 از دهش می باشد. شهر خوجند اجرایش نقشه مالیویشون 92 از 4 این نیم ساله لیکن 3 ماهه دوم به 100% می باشد. شهر بستان 102%، شهر گلستان 138%، شهر استقلال 123%، شهر کنی بودم 100%، شهر اسپرا 105%، شهر پنجکند 100%. همچنین در این دوره یکچند سمینار و ملاقات دایر به عملی نمودنی لایحه‌های نو که هدفش آمادگی به حالت‌های فوق‌العاده و برهم دادن بیماری سیل میباشد گذرانیده شده است. مجلس جنبستی نتیجه‌های فعالیت فیلیال جمعیت هلال احمر تاجیکستان در ولایت سوغد در این سال اولی سال 2022 با وظیفه‌گذاری و اصلاح کمبودی‌ها به انتها رسید. مونیسا عطایeva و لیجان دوسمتوف آزیا.